به نام خدا. سلام به همگی. این جلسه قرار آموزش رسم الگوی بالاتنه متد مولر رو از 0 تا 100 داشته باشیم. متد مولر اصلش بر اساس 4 تا اندازه‌گیری از روی اندام شخص هستش که ما بقیه اندازه ها بر اساس فرمولی که خود کتاب بهمون داده به دست میاد. توی جدول اندازه‌گیری که براتون میذارم و میتونید دانلودش بکنید و لینکش رو براتون میذارم که حتما ورش دارین و ازش استفاده بکنید. ما یه دونه تمام قد رو داریم که از بالای سر شخص تا کف زمین اندازه‌گیری میشد. یه دونه دور سینه، دور کمر و دور باسن رو خود کتاب گفته که اندازه‌گیری کنین و ثبتش بکنین. یه اندازه‌گیری دیگه قد آستین هستش که حالا رفته رفته متن آموزش بهتون میگم که باید چیکار بکنین. یه سری اندازه‌گیری‌های دیگه بر اساس همین اندازه‌های اولیه‌مون به دست میاد. من توی جدول کامل اینها رو نوشتم. یه سری از این اندازه‌هایی که داریم قراره بهش یه آزادی‌هایی داده بشه که توی یه جدول دیگه اونها رو هم نوشتم که راحت بتونید بهشون دسترسی پیدا بکنید. توی این قسمت مشخص شده که 4 بخشی که قراره بهش آزادی داده بشه برای انواع لباس‌ها گشادی‌هاش رو لحاظ کردم. اول میریم سر وقت اندازه‌گیری خود فرمول ها. بعد از اینکه اندازه‌گیری ها رو از شخص انجام دادم شروع میکنم اندازه های فرعیم رو هم به دست میارم. اولیش میشه بلندی کف حلقه که فرمولش میشه دور سینه تقسیم بر 10 میشه به اضافه 10.5 به اضافه یه آزادی دیگه. و این آزادی بعدی میشه از این جدول باید خارج بشه. آزادی بعدیم اگر بلوز برای بلندی کف حلقم به اضافه 0 الی 1.5 سانته، اگر پیراهن به اضافه 0 الی 1.5. به این تا انتها به همین شکل نسبت به گشادی لباس برای ما عدد رو داده. من اندازه‌گیری که دارم انجام میدم برای یه لباس نسبتاً آزاده، نه بلیزیه که جذب تنه، با عنوان پیراهن من میخوام ازش استفاده بکنم. دقت بکنین این دو رو تقریباً عددها رو نزدیک به هم انجام داده. من میخوام از عدد بزرگی که پیراهن هستش استفاده بکنم و آزادی ها طبق این اجرا بکنم. خب گفته بلندی کف حلقه فرمولش میشه 1/10 سینه به اضافه 10.5 به اضافه یه آزادی که دارم. آزادی که من میخوام در نظر بگیرم برای این لباس گفته 0 الی 1.5 سانتی متر. من عدد وسط رو انجام میدم، یعنی 1 سانتی متر رو از یه بازه عددی به من داده. گفته 0 1 1.5. پس شما میتونید یکی از اینها 0 هیچی آزادی ندی، 1 یه آزادی نسبی و متوسط، 1.5 آزادی که بیشتر هستش رو لحاظ کنید. من عددی که میخوام آزادی بدم 1 هست. عدد دور سینه رو تقسیم بر 10 میکنم به اضافه یه عدد 10.5 ثابت به اضافه وقتی عددم به دست اومد به اضافه یه آزادی متغیر که بین 0 الی 1.5 سانتی متر برای من متغیر بود. اینجا میام انجام میدم. دور سینه 100 تقسیم بر 10 میشه به اضافه یه عدد 10.5 ثابت میکنم به اضافه یه عدد 1 که قراره برای من اینجا بشه 21.5 اینجا لحاظش میکنم. اندازه نهایی فرمولم میشه 21.5. حالا بالاتنه پشت میشه چی؟ بالاتنه پشت میشه قد کل رو تقسیم بر 4 کن منهای عدد ثابت. قد کلم شده بود 164 تقسیم بر 4 میشه منهای عدد 1 میکنم. عدد به دست اومده رو توی فرمول به کار میبرم. 164 تقسیم بر 4 میشه. وقتی تقسیم بر 4 کردم منهای یه عدد 1 میکنم میشه 60 سانتی، میشه 40 سانتی متر، ببخشید میشه 40 سانتی متر. پس اندازه نهایی میشه 40. اینجا دیگه من آزادی ندارم، خود این عدد هستش. خط باسن
خط باسن یا کتاب به عنوان قد بالاتنه تا خط باسن رو برای من لحاظ کرده. میگه بلندی کف حلقت رو بیا به اضافه بالاتنه پشتت کن. برای من 20.5 به اضافه 40 قراره بشه. 20.5 به اضافه 40 میشه 60.5. اندازه گیری نهایی میشه 60.5 روی خود الگوم هست. بلندی سینه رو تو مرحله بعد ازم خواسته. میگه دور سینه رو بیا تقسیم بر 4 کن به اضافه 2 سانت. دور سینه شخص شده 100 تقسیم بر 4 میکنم به اضافه 2 سانتش میکنم. پس شد 100 تقسیم بر 4 به اضافه 2 سانت میشه 27 سانتی متر. عدد 100 تقسیم بر 4 به اضافه 2 سانت برای من عدد 27 اینجا اومده. بلندی سینه از سرشانه تا مرکز سینه. البته توی فرمول وقتی من دارم اینو به دست میارم و وقتی که این زمانی اتفاق میفته که من اندازه‌گیری از کاملی از روی شخص ندارم. ببین من هر مرحله دارم توضیحات رو دارم بهتون میدم، این حواستون رو جمع بکنی. ببین من فقط زمانی که شخص به من یه دور سینه داده، دور کمر و دور باسن به من داده، یه قد تمام داده و بعد به من میگه که برای من الگو رسم کن و هم براش لباس تهیه بکنیم. این زمانیه که تو میخوای فقط برای یه تعداد زیادی مثلا سایز 40 الگو تهیه بکنی. این دیگه شخص در کار نیست، یعنی تو شخصی دوزی نمی کنی، میدونین داری تولید انبوه میکنی و میای بر اساس اون چیزی که حالا نسبی گفتن که یه قد تمام اینه، دور سینه اینه، افراد مثلا سایز 40-42 دور سینهشون فرض مثال 100 هستش، تو داری یه همچین الگو سازی رو داری انجام میدی. ولی اگر تو داری شخصی دوزی میکنی و برای شخص قرار لباس بدوزی، علاوه بر اینکه یک سری اندازه های اصلی داری، روی تن باید اندازه گیری بلندی مرکز سینه رو داشته باشی. روی تن بلندی بالاتنه جلو، بلندی بالاتنه پشت رو باید داشته باشی. من فقط به اینها اکتفا نمی کنم. حین آموزش بهتون میگم من عددهایی رو توی کار میبرم که خودم با اطمینان کامل از روی تن شخص اندازه‌گیری کردم. نمیام دوباره به فرمول نگاه بکنم، چون ممکنه این شخصی که مثلا با سایز 40 اومده من براش دارم لباس میدوزم، بالا تنش نسبت به این عددی که الان به دست اومده متفاوت باشه. من عدد خود اون شخص رو برمیدارم. ولی اگر دارم برای یه مجموعه کار میکنم که قرار اون الگو بره روی انبوه، فقط به اینها تبعیت میکنم و دیگه با اینکه این شخصی در کار نیست، آخه مثلا بالا تنش حالا چی هست، بلندی سینه‌اش چی هست، کار ندارم. من اعدادی رو در نهایت بهتون میگم، اعدادی که روی بالاتنه پشت، بلندی بالاتنه پشت، بلندی بالاتنه جلو، بلندی مرکز سینه، تیره پشت و تیره جلوم رو دارم، اینها رو از روی خود تن شخص برمی‌دارم. حالا در حین دوره میام بهتون میگم. من فقط الان دارم فرمول ها و عناوینی که کتاب به من آموزش داده رو برای شما باز میکنم، ولی در نهایت یه سری از اینها قراره از اندازه های خود شخص استفاده بشه. پس بلندی سینم شد 1/4 دور سینه به اضافه 2 سانتی متر، ولی من در نهایت اون عدد بلندی سینه‌ای که روی خود تن شخص گرفتم رو اون رو میخوام لحاظ بکنم. خب بلندی بالاتنه جلوم رو دارم. باز هم بلندی بالاتنه جلوم من از شخص استفاده میکنم، ولی فرمول این شکلیه که میگه بالاتنه پشتی که به دست آورده بودی شده بود 40 رو به اضافه 4 الی 6 سانتی متر بکن. 4 الی 6 سانتی متر برای سایزهای متفاوت متغیره. ببینین میگه برای دور سینه‌ای که 80 تا 90 تو بیا به اضافه عدد 4ش بکن. دور سینه از 90 تا 100 شد، بیا به اضافه 4.5ش کن. اگر از 100 دور سینه که از 101 تا 110 هستش، بیا ما و تفاوتش رو به دست بیار. علاوه بر این که از اول به اضافه 4.5 کردی، دوباره به اضافه ما و تفاوت هم بکن. ما و تفاوت 100 بالا تقسیم بر 10 میشه یه چیز حدود 1 سانت میشه.
برای سینه های 111 تا 120 باز به همین ترتیب میگه اولی به اضافه بالاتنه پشت به اضافه 5 کن، بعد دوباره به اضافه تفاوته بکن. برای سینه های 121 تا 130 دوباره میگه بالاتنه پشت به اضافه 5.5 بشه به اضافه تفاوته. برای سینه های 130 به بالا یعنی سایز دیگه میشه 50 52 میگه این بلندی بالاتنه پشت رو به اضافه 6 بکن، دوباره به اضافه 1 تفاوت هم انجام بده. این جدول رو هم میگذارم ازش استفاده بکنید، جدول خوبی، دقتتون توی رسم الگو بسیار بسیار بالا میبره. خب من بلندی بالاتنه پشتم شده بود عدد 40 به اضافه یه بازه عددی به من داده بود 4 الی به اضافه عدد 4.5 میکنم میشه 44.5. پس من بین این بازه های عددی اومدم بازه عددی که به من داده بود بر من گفته که برای سینه های 91 تا 100 سینه من چند بود؟ 100 بود. برای سینه 91 تا 100 به من 4.5 رو پیشنهاد داده. منم اینجا عدد 4.5 رو جمع میکنم میشه 44.5. برای پشت یقم میگه دور سینه رو تقسیم بر 20 کن به اضافه 2 سانت. دور سینه شخص شده بود 100 تقسیم بر 20 میکنم به اضافه 2 سانتش میکنم. دور سینه 100 تقسیم بر 20 میشه به اضافه 2 سانتش میکنم میشه 7 سانتی متر برای من. 7 سانتی متر. تیره یا کارور پشت میگه دور سینه رو تقسیم بر 8 کن به اضافه 5.5 عدد ثابت و بعد دوباره یه آزادی دیگه هم به هم داده. توی این جدول گفته تیره یا کارور پشتت رو به اضافه یه بازه عددی 0 الی 1.5 اینجا انجام بده. همونجور که ما از عدد وسط استفاده کردیم این قسمت بالا، این رو هم از عدد وسط هم استفاده میکنم. یعنی چی؟ میگه که دور سینه رو تقسیم بر 8 کن به اضافه یه 5.5 ثابت بکن به اضافه یه آزادی که من میخوام بدم عدد 1 هستش. عددم به این شکل به دست میاد 100 تقسیم بر 8 به اضافه 5.5 میکنم به اضافه آزادی که میخوام بهش بدم لحاظ میشه. برای من عدد 18 خروجی عددم بود به اضافه 1 کردم شده عدد 19 آزادی که میخوام لحاظ بکنم. عدد بعدی میشه گشادی کف حلقم. گشادی کف حلقه میشه 1/8 دور سینه منهای یه عدد 1.5 دارم به اضافه دوباره آزادی که میخوام بدم. اینجا آزادی که قراره بدم به گشادی کف حلقم گفته 1 الی 2 سانتی متر هست. 1 الی 2 سانتی متر رو برای گشادی کف حلقم در نظر گرفته. من عدد 1 و یا 1.5 رو میتونم لحاظ بکنم. من عدد 1.5 رو اینجا انتخاب میکنم. اینجوری میشه که عدد دور سینه تقسیم بر 10 میشه، تقسیم بر 8 میشه، تقسیم بر 8 میشه 1/8 دور سینه منهای 1.5 عدد ثابتم به اضافه آزادی که دارم. پس چی شد؟ عدد 100 تقسیم بر 8 منهای 1.5 ثابت به اضافه یه آزادی 1.5 که داشتم میشه 12.5 سانت. برای کارور جلوم میگه دور سینه رو تقسیم بر 4 بکن منهای 4 بکن به اضافه یه آزادی که برای بزرگی سینه یا کارور جلوم داده شده میشه به اضافه 1 الی 2 سانتی متر. من باز اینجا عدد وسط یعنی عدد 1.5 رو لحاظ میکنم. دور سینه شخص 100 تقسیم بر 4 منهای 4 میخوام بکنم تقسیم بر 4 بشه 100 تقسیم بر 4 منهای عدد 4 میکنم میشه 21 به اضافه 1.5 آزادی میکنم میشه 22.5. ببینیم توی جدول یه عنوان داریم به اسم برجستگی سینه که ما مرکز سینه میتونیم نامگذاریش بکنیم. یه فرمول داره میگه دور سینه تقسیم بر 10 به اضافه نیم 100 تقسیم بر 10 به اضافه نیم میشه 10.5.
این خط مرکزی سینه رو به ما میده توی الگو. خط مرکزی سینه رو به ما میده. اگر اندازه گیری کردی روی تن شخص، فاصله 2 تا سینه رو از همدیگه اندازه گیری کردی، از مرکز این سینه تا مرکز سینه مقابل رو اندازه زدی، اینجا دیگه بیا 1/2 رو لحاظ کن. حالا میتونی از فرمول هم دیگه استفاده نکنی. پس اگر اندازه گیری کردی روی تن شخص، کافیه که 1/2 اون فاصله رو بیای. اگر نداریش، بیا سینه ای که ازش گرفتی، دور سینه که ازش گرفتی تقسیم بر 10 کن به اضافه 1.5. بر من شده 10.5 سانتی متر. من رو داریم که ما میتونیم توی من حین آموزش هم توی الگوساز توی اندازه گیری بهتون گفتم که قد باسن هایی که حالا از حد نرمال بزرگتر یا از حد نرمال کوچیکتر و کمتر هستن رو حتما باید اندازه گیری بکنیم. اینجا هم همین رو گفته معمولا قد باسن یا بلندی باسن ها از 18 سانت شروع میشه تا 22 سانتی متر. شما میتونین روی یک نوار کرسلت در پشت از زیر نوار کرسل مترت رو بذاری و به برجسته قسمت باسن اندازه‌گیریت رو انجام بدی. در اینجا اندازه‌گیری سرشانه، دور بازو، دور مچ، قد آستین، کارور جلو، فاصله 2 تا سینه ها، قد لباس، اینها رو همه رو تو میتونی اندازه‌گیری هات رو روی خود تن انجام. من میتونم کارور جلوم رو روی تن شخص اندازه بزنم. فاصله 2 تا سینه خیلی توی متد مولر به کار نمیاد. دور مچ، دور بازو و سرشانه رو داریم. توی قد آستینی که توی خود اندازه گیری هام دارم، من اندازه گیری که توی متد بهتون یاد دادم توی زمان، اگه به فیلم های قبلی مراجعه بکنین هستش. سرشانه رو وقتی داشتم اندازه گیری میکردم، از روی سرشانه متر رو گذاشتم، با شیب آوردم پایین و قد آستین رو اندازه زدم. چون ممتد هست، یعنی ما میگیم سرشانه تا مچ، سرشانه جدای از آستین نیست، یعنی من دارم یک خط یکسره میزنم. چطور؟ منظورم این هستش که مثلا شما اندازه که از سرشانه زدی برای شما محاسبه شده 12 سانتی متر، تا مچ که داره اندازه گیری میشه مثلا میشه یه عددی به اندازه 72 سانتی متر. من میام این دوتا رو از هم کم میکنم، 72 منهای 12 ازش کم میکنم، میشه 60 سانتی متر. این 60 سانتی متر میشه قد آستین من، قد آستین خود شخص هستش. دور مچ رو هم که با متر اندازه‌گیری کردیم این رو هم داریم. پس قد آستین بهترین حالتش این هست که سرشانه در امتدادش بشه یه همچین چیزی که قد آستین نرمالی رو بهمون میده. خب بریم برای رسم. برای رسم الگو من گفتم اندازه هایی که من از روی تن شخص در آوردم، چون من میخوام شخصی سازی بکنم این الگوم رو، یعنی برای یه شخص کار رو رسمش بکنم. من برای یه عده زیادی الگو رسم نمی کنم. چیا هستش؟ من بلندی سینه، بلندی بالاتنه پشت، بلندی بالاتنه جلو، این 3 عدد رو از روی تن شخص اندازه هاش رو در میارم. برای من بلندی بالاتنه پشت شخص همون عدد 40 که اندازه گیری کردم و فرمولم هم همین عدد رو بهم داده. بلندی مرکز سینه عدد 29 رو به من داده. من همین 29 خودم رو میخوام روی کار بیارم. بلندی بالاتنه جلو برای شخص به من عدد 45 رو داده. من همین عدد 45 خودم رو میخوام به کار ببرم. چرا؟ چون با فرمولم متفاوته. بلندی سینه من و بلندی بالاتنه من با تفاوتی که برای من داره نشون داده میشه، ببینین برای من توی فرمول عددم شده 27 ولی وقتی اندازه گیری کردم شده 29. این به من نشون میده که این شخص نسبت به دور اندازه قد تمامی که داشته سینه های برجسته تری داره، به تبع بلندی بالاتنه بیشتری هم داره. بلندی بالاتنه پشتش نرماله ولی بلندی سینه و بلندی بالاتنه جلوش بر حسب اینکه سینه های به نسبت
نمیخوام بگم اشکالات اندامی باشه، نیست، ولی به نسبت خیلی کم سینه‌اش بزرگتر از اندام دیگرش هست. خب میریم برای رسم الگومون. برای رسم الگو یک خط از کناره کاغذ الگوم رسم میکنم. بالای خطم رو که شماره 1 نامگذاری کردم به اندازه بلندی کف حلقم پایین میام که گشادی مجازی رو هم که خواستم بهش لحاظ کردم. ببینیم بلندی کف حلقم رو در درجه اول پایین میام که شده بود 1/10 دور سینه به اضافه 10.5 به اضافه آزادی. برای من با احتساب آزادی عدد 1 21.5 رو من باید از این خط پایین بیام. از نقطه 1 به اندازه 21.5 پایین میام. نقطه شماره 2 به دست میاد. دوباره از خود شماره 1 به اندازه بلندی بالاتنه پشت رو پایین میام. بلندی بالاتنه پشت من توی اندازه گیری که خودم انجام دادم عدد 40 به دست اومده که به طور اتفاقی توی اندازه گیری که بر اساس قد کلم هم به دست آوردم عدد 40 حساب شده. پس من عدد 40 رو از نقطه 1 به سمت پایین حرکت میکنم. میشه نقطه شماره 3. و حالا عدد بعدی میشه خط باسن، مشخص کردن خط باسنم که شد مجموع بلندی کف حلقه و بالاتنه پشتم که شده عدد 60.5. من این عدد رو از اینجا پایین میام. میشه نقطه شماره 4. توی کتاب‌های آموزشی بعد از این میگه که از عدد 1 به اندازه قد لباست هم بیا پایین و علامتت رو بزن. من اینجا دیگه قد لباس رو لحاظ نمی کنم. الگو تا خط باسن تمام میشه برای من. حالا خطوط رو به سمت مقابل بنیان میکنم. خط 1 رو در حد 10-15 سانت گونیا میکنم. خط 2 تا انتها گونیا میشه. خط 3 گونیا میشه تا انتها. خط 4 که خط باسنم هست گونیا میشه. پس خط شماره 2 میشه کف حلقه، 3 خط کمر، 4 خط باسنم. از نقطه 4 2 سانت به سمت داخل و از 3 هم 2 سانت به سمت داخل حرکت میکنم. از نقطه 3 و 4 هم 2 سانتی متر به سمت داخل حرکت میکنم. این خطی که رسم میشه خط CB یا وسط پشت الگوی من که من با رنگ قرمز این رو رسمش کردم. نامگذاری میکنم شماره 5، شماره 6 و شماره 7. پس خط اصلی من میشه همین 5، 6، 7 و به 1 وصل شده. با خط قبلی کاری دیگه ندارم. من بعد از این هر اندازه‌ای که قرار لحاظ بشه از این خط به سمت داخل هستش. پهنای کارور پشتی رو که من اینجا داشتم، ببینین پهنای کارور پشتم رو هم میتونم از روی تن شخص، تیره پشتم رو از روی تن شخص من اندازه گیری بکنم. برای من شده 19 سانتی متر. اومدم دور سینه رو تقسیم بر 8 کردم به اضافه 5.5 ثابت به اضافه یه آزادی که من 1 در نظر گرفته بودم شده عدد 19. من میتونم این عدد 19 رو که بر اساس اندازه گیری که داشتم لحاظ بکنم. میتونم این کار رو هم نکنم. میتونم تیره پشتم رو بر اساس اندازه گیری که از روی تن شخص لحاظ کردم در بیارم. من اندازه‌ای که از تیره پشت شخص در آوردم برای من کلش شده بود 40 که 1/2 میشه 20 سانتی متر. یعنی من الان به جای عدد 19 باید عدد 20 رو لحاظ بکنم. درست شد؟ ولی برای اینکه برای شما گنگ نشه و پیچیدگی که توی کار ایجاد نشه،
فعلا با همین عدد کار میکنم و رفته رفته حین کار وقتی میرسیم به زمانی که قرار من یه سری کنترل ها روی الگوم داشته باشم، اون موقع میرسم به همین عددی که اینجا اومدم نوشتمش. پس من فعلا برای تیره پشتم از خود عددی که توی فرمول به دست آوردم دارم استفاده میکنم. عدد 20 رو از نقطه 7 به سمت داخل حرکت میکنم. ببخشید، عدد 19 که توی فرمول به دست آورده بودم. عدد 19 که از فرمول به دست آورده بودم رو از نقطه 7 به سمت داخل حرکت میکنم و عدد 8 به دست میاد. عدد 8 رو به سمت بالا روی خط گردنم قائمه میکنم. ببینین خط کش رو روی خط کف حلقه میخوابونم و به سمت بالا قائمه میکنم. این حد میشه حد کارور پشت من. پس از نقطه 7 تا 8 فرمولی که به دست آورده بودم برای تیره پشت اون رو لحاظ میکنم. از 8 به بعد ما 1/3 گشادی کف حلقم رو اینجا باید لحاظ کنم. گشادی کف حلقه‌ای که من توی فرمول به دست آوردم، ببینید فرمولش این بود. دوباره دارم تکرار میکنم. دور سینه تقسیم بر 8 شد منهای عدد 1.5 دور سینه تقسیم بر 8 منهای 1.5 ثابت به اضافه ی آزادی که من آزادی رو هم 1.5 در نظر گرفتم. میشه 100 تقسیم بر 8 منهای 1.5 به اضافه ی 1.5. به من 12.5 رو داده. 12.5 رو من باید تقسیم بر 3 بکنم. تقسیم بر 3 بکنم. میشه 4/1. 2/3 رو باید اینجا برای قسمت پشت الگوم داشته باشم. یعنی چی؟ 4/1 رو ضرب در 2 بکنم. میشه 8/3. این 8/3 رو از نقطه 8 به سمت جلو حرکت بکنم. پس از نقطه 8 تا 9 من شد 2/3 گشادی کف حلقم. 2/3 گشادی کف حلقم رو اینجا لحاظ کردم و یک خط گونیا میکنم به سمت پایین. توی الگوی مولر یک فضای 6 الی 10 سانتی متری اینجا یک فضای خالی میگه به خالی برام لحاظ کن. تا این فضای خالی برای چی تعبیه میشه؟ برای زمانی که حد باسن به طور معمول در اندامهای نرمال از دور سینه بزرگتره. این فضایی ایجاد میشه که من اگه قرار به الگوم اضافه بکنم توی حد باسن ازش استفاده بکنم. پس این ناحیه از خط 9 تا 10 من میشه فضای آزادی که اینجا دارم برای رسم اختلاف بالاتنه و اختلاف سینه و باسن. از نقطه 10 هم اون 1/3 که از گشادی کف حلقم باقی مونده بود اون رو میام. همون 4/1 رو من اینجا لحاظ میکنم. اینجا میشه نقطه شماره 11 من. نقطه شماره 11 رو به سمت پایین و بالا گونیا میکنم. پس من روی الگو میگم دوباره. 7 تا 8 شد تیره پشت. 8 تا 9 شد 2/3 گشادی کف حلقه. 9 تا 10 شد فضای خالی یا آزاد من. 10 تا 11 میشه 1/3 گشادی کف حلقه. از نقطه 11 هم پهنای کارور جلو یا توی کتاب توی جدول اینجوری گفته یا بزرگی سینه یا همون کارور جلو، هر دو درست هستش. برای من شده 22.5. 22.5 رو اینجا من لحاظ میکنم. خب توی این قسمت خط وسط جلوی من به دست میاد. این میشه خط CF من.
اینجا خط CF من به دست میاد. از نقطه 11 تا 12 هم ببینین اینجا میشه نقطه 12 من شد. کارور جلو یا بزرگی سینه که توی این جدولی که من در اختیارتون میذارم اینجوری ثبت شده. فرمول چی بود؟ 1/4 سینه منهای 4 به اضافه آزادی. آزادی من چی بود؟ 1.5 بود. چرا؟ چون سینه من یه بازه عددی بین 91 تا 100 بود. درست شد؟ پس این رو هم علامت میزنم. 22.5 رو این قسمت علامت زدم. حالا از نقطه 12 هم به اندازه 1/10 دور سینه به اضافه نیم رو داخل میشم که خط مرکزی سینم به دست بیاد. برای من شده عدد 10.5. 10.5 رو از نقطه 12 به سمت داخل حرکت میکنم. میشه اینجا. و به سمت پایین و بالا گونیاش میکنم. این میشه خط مرکزی سینه من. نقطه 13 نامگذاری میکنم. کادر اصلی خود بالاتنه رو رسمش کردیم. قسمت پشت و جلو مشخص شد. توی این مرحله یه کار انجام میدم. اون هم کنترل دور سینه هستش. دور سینه دقیقا میشه این خطم. یعنی خطی که از شماره 2 گونیا کردم به سمت چپ الگو. حالا کجا رو اندازه بزنم و چه عددی باشه این کنترل کردن من؟ کنترل توی این مرحله میشه 1/2 دور سینه شخص به اضافه 3 سانتی متر. چطور اندازه میزنم؟ از نقطه 12 تا 10 9 تا 7 رو یک سره اندازه میزنم. باید بشه 1/2 دور سینه به اضافه 3 سانت. دور سینه شخص من 100 به تقسیم بر 2 میکنم به اضافه 3 سانتش میکنم میشه 53 سانت. 53 سانت رو ما باید از اینجا اندازه گیری بکنم. از 12 تا شماره 10 هم یعنی خطی که پهلوی من هستش، پهلوی جلوم میشه از اینجوری بگم CF تا پهلوی جلو. دوباره میشه پهلوی پشت تا خط CB. میشه باید بشه 53 سانت. اینجا شده برای من 26 و 27 سانتی متر. 27 سانتی متر رو که ادامه بدم من اینجا دقیقا 53 عددی که بر من خروجی بهم داده. یعنی عملا کار من مشکلی نداره. دور سینه من عالیه. آزادی خیلی خیلی نسبی و متناسبی داره. از شماره 1 به اندازه پشت یقه به سمت چپ حرکت میکنم. پشت یقم شده بود 1/20 دور سینه به اضافه 2 سانتی متر که عدد 7 رو به من داده بود. از نقطه 1 به سمت جلو حرکت میکنم. نقطه شماره 14 رو به من میده. از 14 2 سانتی متر بالا میرم. نقطه 15 رو دارم و به واسطه یه خطکش هلال طوق یقم رو در این قسمت رسمش میکنم. حالا با هر خطکشی که راحت تر. من باید الان از خطکش های 1/2 در حین کار استفاده بکنم. چرا؟ چون دارم یه الگوی 1/2 رسم میکنم. به هر حال حالا اگر در دسترس بود، اگر نبود که با واسه هم دستی هم بکشین کفایت میکنه. این نقطه رو من نقطه 16 نامگذاری میکنم. از نقطه 16 هم به اندازه 1.5 سانتی کتاب گفته 1 الی 1.5 شیبیه که میتونید تو لحاظ بکنید. 1 الی 1.5 برای افراد با سایزهای متفاوت این بازه عددی رو به هم داده. میگه که اگر طرف سرشانه‌ای که با شیب تند داره 1.5 رو انتخاب بکن. اگر سرشانه مربع حالت داره یا بالا ایستاده داره عدد 1 رو انتخاب بکن. پس باید به اندام اون شخص هم در این لحظه دقت بکنیم. پس از 16 تا 17 میشه 1 الی 1.5 میام پایین یه علامت میزنم. نقطه 17 هستش. کشم چه شکلی گذاشتم؟ جوری خط کشم رو میذارم که از نقطه 15 شروع بشه، از نقطه 17 هم عبور بکنه و یک مقدار به اندازه 1 الی 2 سانتی متر این خط امتداد پیدا بکنه.
یعنی از این نقطه 17 که داشتم 1 الی 2 سانت میتونه ادامه داشته باشه. میتونم یه بازه عددیه رو اینجوری تعریف بکنم که 0 تا 1 این امتداده رو میخوام بگم. 0 تا 1 برای سایزهای کوچیکه، 1 تا 1.5 برای متوسط ها و 1.5 تا 2 سانتی متر که بیان بیرون میشه برای کسایی که سایزهای بزرگتر دارن. اگه دیده باشین این افراد بازوهای پرتری دارن. گاهن میبینیم سرشانه‌هاشون کوچیکن ولی نیازمند این هستن که شما حتما یک سرشانه عریضی براش در نظر بگیرین که لباس توی تنشون خیلی زیباتر بشینه. پس از 17 به اندازه 1 الی 2 سانتی متر میتونه حرکت بکنه. میتونم اینجوری بگم بین 0 الی 2 سانتی متر میتونه حرکت بکنه. بنابر اون مشخصه اندامی یا اون درشتی یا ریز بودن اندامش میتونیم این عدد رو انتخاب بکنیم. از نقطه 17 هم تا 8 رو تقسیم بر 2 میکنم. برای من شده میشه اینجا برای من اینجا نقطه آ نامگذاری میکنم. آ تا 8 رو دوباره تقسیم بر 2 میکنم. نقطه بی نامگذاری میکنم. از بی یک خط فرضی و یا یک خط راهنما میتونم اینجوری بگم صاف میکشم که برخورد بکنه به خط مقابلم. به خط مقابلم برخورد بکنه. با این کار دارم. خب پس این همچین کار رو انجام بدین. خب بعد از رسم این خطوط میام عدد 17 تا 8 رو یه خط 17 تا 8 رو اندازه میزنم. منهای عدد 2 میکنم. پس 17 تا 8 هر عددی که هست منهای عدد 2 میشه. اینجا علامت میزنم. اینجا میشه شماره 18 من. این مقدار رو پرگاری میکنم به سمت راست الگو. درست شد. از تقاطع خط مرکزی سینه با خط کمرم که من نقطه 19 نامگذاری میکنم بلندی بالاتنه جلو رو بالا میرم. بلندی بالاتنه جلوی من برای شخص و زمانی که اندازه گیری کردم شده 45 ولی توی فرمول 44.5 شده. من عدد خودم رو استفاده میکنم. عددی که روی تن شخص گرفتم و مطمئن هستم رو اندازه گیری میکنم. 45 رو به سمت بالا حرکت میکنم. خب ببینید اینجا میافته. درست شد. شماره 20 نامگذاری میکنم. این تقاطع رو شماره 20 نامگذاری میکنم. حالا از 20 به اندازه بلندی مرکز سینه‌ام پایین میام. بلندی مرکز سینه من یا بلندی سینه من توی اندازه‌گیری شخصی 29 شده ولی توی فرمول 27. باز دوباره گفتم من از عدد خودم استفاده میکنم. 29 رو از شماره 20 به سمت پایین حرکت میکنم. میشه اینجا میشه دقیقاً مرکز سینه من که به نام نقطه F نامگذاریش میکنم. درست شد. حالا همین مقدار رو F تا 20 رو پرگاری میکنم. دوباره F تا 20 هر عددی که هست دوباره پرگاری میشه.